حاضر ما در هندوستان قرار داریم. این اینجا رنگی سوپرمارکت. آنا KFC هم هست. KFC به هر جای ناز. نومی سوپرمارکت سهارگنج مال. از با درونشا پدرو نمیگیم. لکنو ولایتی उत्तर प्रदेश. اینا درونش های اینا بود چیز او بوستانه او کامل شده. یک دو سه چهار پنج تاش اینا جلوی شکر که چیز کردن خیلی سید کازادیان کدام بوده که غلطی جابده برای اون سید کازادیان که غلطا نام برند هم بولو کلوین کلین جینس جک اند جونز مگزین برند پشتی همش هسته فوریور نیو نایی کادیداس هم هسته آزما طرفی بالا میدیم شکر لیفت سیت سیفتی برمی مال اینجاست 190 نه روپی بریم نمیدیم بطوری ویدیو دیدیم رکر most popular Indian handsome man. If I was in your age, I was also handsome. 50% off? How much cost come? Is for boys or girls? $7.49. How much dollar? This for YouTube, we should say. Where's price? Price is where? $7? 70 somoni? After somon buda. And 50 off, huh? No, 50 off then. That's 7. After somon. Karta hai diftari. Azi wo diga chizani mere. Tilti Anisa. हाँ. Her name is Anisa. हाँ You Anisa. can take clothes from here. Okay. इधर जा रहे उधर जा रहे. You're making YouTube videos, so you have to flip this. This like this? Like this. Like this. Okay. Cash desk. Сейчас это Tata покупал, да, это магазин? Reliance. Оборот не понравил? हाँ خلاص आएगा हम आखिर चीज़ों 30% چیز داشته скидка. این مغازین اول دیگه کسب حوزه شرکت ریلاینس خریدش ریلاینس صاحب امور ریلاینس خانه بزرگترین دنیا را داره. نامش What was this Reliance owner? Mukesh Ambani. Mukesh Ambani نشه همه خونه کلانترین دنیاه. خیلی بوشیدگی استفاده خیلی عادی نبود نخون میکنیم. مکش امبانی آتش اول بیزنس آتش خیلی کار میکنن. قطعی یک آدم کلان جورا میشه. بعد هم جورا شدن همه آدم یا آدمش میکنن زپرفکا میکنن. بعد هم زپرفکا مایده کار میکنن بوی میشه. وقتی آتش میبره مکش امبانی و انیل امبانی خیلی دو درشه. بیزنس تقسیم میکنه. مکش امبانی بیزنس مایده میرسه. بعد استوسان بیزنس کلان میکنه. اوز قریب بایترین یوسی مرکزی حساب میشه. تو هم یک سالی اخیرم بایترینی
آسیای میانه بروز دیگه کسی واسه باز با دیگه جایی یعنی سهرگنج مولا نشان میده. تنده کباب ای چیزای پاپولار نی کبابای روب احرار احمد در هندوستان قریب هم میشناسنشون میدوننشون. از خیلی میخونیم بو میبینیم کچکله مکدونالدز بوده اینجا. I am loving it. McDonald's Royal Cafe. Chinese kitchen. برو اومدیم از سهرگنج طرف خونه